مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. از اینجا الله باب دوم 3/4 سورة بقره به اعتبار مطالب و مضمون یا موضوع سورة بقره 3/4 در ارتباط انفاق بود، مال مصرف کردن در راه الله. باب اولش بیان شد. اینجا باب دوم الله مثال کسایی که مال خدا در راه الله مصرف میکنه، ثوابها و اجری که دارد و شروط قبولیت صدقات و نفقات، از برای کدام مردم مصرف و انفاقش قبول میشه، برای دو شرط بیان میکنه. و کسایی که صدقاتشان قبول نمیشه اونا کی هستن؟ ما کدام نوع مال خدا مصرف کنیم؟ الله او را بیان میکنه که خلاصش چیست که در صدقه اول بهترین مالتا باید مصرف کنیم، طیبات ما کسبتم، و اگر بهترین هم نبود متوسط باشه، یعنی تو یک چیز نباشه که خودت تو را خوش نداری، یک چیزی باشه که خود انسان او را دوست داشته باشه. قسمی که در سورة آل عمران هم الله می فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا که محبوب ترین مالتان مصرف نکنین به نیکی و ثواب نمیرسید. دومی که اخلاص باشد، ذات الله هدف باشد، فقط به خاطر الله مصرف کنید. طریقه مصرفش اگر زکات است علنی باشه خیر است، در غیر از او پنهانی بسیار خوب است. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هی و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. تخفوها یعنی پنهان مصرف کردن. این دو. سومی که چیزایی که ممنوع، من و عزیه، احسان گذاری نباشد، منت گذاری و ضرر رساندن به کسی نباشد، ریا نباشد به خاطر که مردم مرا مدح کنند. و کسی هدفش ریا بود یا ای که احسان گذاری کرد سر مردم یا ضرر رسان و صدقاتش برباد است. و دیگه وقت تخصیص نتی برش که دینی وقت، هر وقت دائم تا که زنده استی صدقه دائم نفقاتت روان باشه. و این هم یکی از عبادات بسیار بزرگ است در اسلام. یعنی بعد از عبادت بدنی نماز، این را الله در مثل جهاد فی سبیل الله، مثل که جهاد میکنه، بهترین عمل بعد از نماز انفاق فی سبیل الله، در راه الله پول مصرف کرده، راه الله که در راه جهاد و راه دعوت. ولی متاسفانه که مردم ما شما مسلمان ها اکثریتش عبادت بدنی میکنن ولی عبادت مالی را انجام نمیدن. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال صفت حالت کسایی که ينفقون مصرف میکنن اموالهم مالای حلال خودان را فی سبیل الله به خاطر حاکمیت دین الله که قتال فی سبیل الله است و دعوت است. کمثل حبت مثل یک دانه است، دانه که انسان رزق میخوره، گندم جو جواری. انبتت ایتو دانه که رویانیدگی است، زرع کرده 7 سنابل 7 غنچه را فی کل سنبلت که در هر غنچهش 100 حبت 100 دانه باشه، 7 ضرب 100 700. والله یضاعف لمن یشاء، الله مضاعف چند می سازد، لمن از برای کسا یشاء برای کسایی که الله اراده کند. والله واسع، الله واسع است، فضلش فراخ است. علیم، عالم است به نیات شما که به کدام خاطر مالتان مصرف میکنه. خب ارتباط از این با آیاتای ما قبل چی؟ سوالی است که در آیاتای قبلی خب مسئله احیای اموات ذکر شد که مردار الله زنده میکنه، احیاء الموتا. جوابش است که در آیات قبلی مسئله بحث بعد الموت بیان شد که دوباره زندگی است، مثل که بالمشاهده به ما شما الله بیان کرد که در دنیا مردار زنده کرد. وقتی که هست عالم میگه بهترین عملی است که مالت در راه الله مصرف کو تا که در روز قیامت بحث بعد الموت و اجر و ثواب نعمت ها را به دست بیاری، که جنت ها را به دست بیاری. این یک ارتباط. دوم ارتباطی است که الله در آیت قبلی 254 امر کرد به انفاق
بعد از او در بین جمله معترضه را آورد که انفاقتان به خاطر عقیده توحید باشه. هیرا و در اینجا آل ثوابهایش اصل مسئله انفاق است. سکن در ارتباط انفاق الله اول امر کرد یا ایها الذین آمنوا انفقوا، ای مومنین خبردار مصرف کنین مالتان، مصرف کنین. مما رزقناکم، از اون مالی که ما بر شما دادیم. مال میگه از خودت نیست، الله میگه مال ما برات دادیم مصرف کو، اگر نه از پیشت میگیرم با قاطیرم سرت بیاره، فقر بیاره، ایران میتونه یا مرگ سرت میاره مالت میگیره. در اینجا الله میگه این مالی را که ما برات دادیم مصرف کنی، ثوابش از 1 روپه، از 1 چند تا به 700 چند و امی قسم 2000 10000 4 لک میلیون ها به میلیون ها ثوابش الله میرسه. با وجودی که میگه مال ما دادیم ولی تو را میگم که مالی که ما برات دادیم مصرف کنی، اینقدر ثواب و اجر در بدلش میتون بد. پس بسیار یک تشویق کلان است. و در این آیت آنقدر ثواب صدقه بیان شدگی است، انفاق دیگه هیچ آیت نشده. ولی می صدقات هم یا انفاق مصرف کردن مال هم چند قسمت. یکی خود زکات است که فرض است و را باید بتی، یک فریضه است، اگر نتی خود جهنم از جای. و یکی صدقات واجبه است، گفتیم دم صدقات واجبه هم در جهاد فی سبیل الله مصرف کردن. یکی اون مصرفی است که در راه قتال میشه، جهاد میشه و در راه دعوت میشه. یکی اون صدقاتی است که به فقیر و مسکین میدی. سوالگرا سوال میکنه، ثواب ازی که به فقیر میتی، مسکین میتی، سوالگر میتی یا محروم، ثواب ازی کم است نسبت به او مصرفی که در راه قتال و جهاد و دعوت، مراکز دعوت احیا میکنی، جای قرآن و سنت درس و تدریس میشه، اونجا تربیه میشود مسلمان ها. این ثوابش بسیار بالا. ثواب ازی را الله در این آیت فی سبیل الله گفته، یعنی در راه قتال و در راه دعوت هم داری شامل است. این دیگه بسیار، ولی ثوابش زیاد است. ولی کافرای بیدینا را ببینی این را مصرفش بند کردن، نه؟ کاملا بند است. حیران میمانی که ما با کی بتم که در این راه برسه، نه؟ این کافرها ثواب اصلی ما را محروم کردن، از ثوابای بسیار اصلی ما را محروم کردن. یعنی عام انسان نمیتونه، اگر زحمت بکشه میتونه پشتش بگرده، تلاش کنه که دمی راه فی سبیل الله، راه حاکمیت دین الله مصرف کردن. ولی عام نمیتونه. عام مسکین و فقیر و سوالگر و با بین سوالگرها اکثر پودری و اینمی چیزا میباشه. پودری ها میبینید پودری است. اینی راه را به ما واسمانده. مثل الذین، مثال و صفت الذین، کسایی که ينفقون انفاق میکنن. انفاق معنای لغوی سلایش قبلا تیر شد. اموالهم، مالای خودان را. خب معنای آسانش همین که مال خدا میده. اموالهم کدام مال؟ گفتیم مالی که حلال باشه. زیر رسول الله صلی الله علیه و میفرماید که لا یقبل الصدقه من غلول، صدقه از غلول قبول نمیشه. او کما قال، غلول یعنی که دو خیانت حرام باشه. فی سبیل الله، صفت حالت کسایی که مال خدا را مصرف میکنند در کجا؟ فی سبیل الله. فی سبیل الله گفتیم در حدیث صحیح تفسیرش کرده رسول الله صلی الله علیه و به معنای اعلای کلمت الله. و چی است؟ اعلا، بلند کردن کلمه، حکم، قانون، دستور الله. و این چطور بلند میشه؟ که تطبیق شود، یعنی به خاطر حاکم کردن و تطبیق حکم و نظام الله. کوچی است فی سبیل الله؟ توسط چی ما میتونیم که نظام الله را تطبیق کنیم؟ قتال و جهاد و دعوت. دعوت یک تبلیغ است، اسلام میرسه. یکی دعوت به صورت دوامدار تربیه میکنی و ارتباط میداشته باشی. دعوت یک معنای خاص خدا دارد نسبت به تبلیغ. تبلیغ فقط میرسانی، دیگه ارتباط نداری با کسایی که به اونا تبلیغ شده اسلام. دعوتی است که دائم در ارتباط هستی و تربیهش میکنی. رسول الله صلی الله علیه و 3 کار انجام داد، هم تبلیغ کرد و هم دعوت و هم تطبیق کرد. تطبیقش باز چطور میشه؟ حکومت. کلی کارا رو پیامبر در هر بخش زندگیش انجام داد. خب در مرحله اولی که دعوت خدا آغاز کرد رسول الله صلی الله علیه و هم تبلیغ میکرد هم دعوت. اول دعوت بسیار توجه تربیه کرد صحابه را. بعد از اون که دعوت علنی شد، یه ذره مسلمان ها قوت پیدا کردن، نیرو پیدا کردن، یه ذره نفرات زیاد شد،
باز بعد از پیامبر هم تبلیغ میکرد هم دعوت، یعنی هم میرسان اسلام، اتمام حجت میکرد که حجت به بالای مردم تمام شد و هم تربیه میکرد. یعنی با صحابه در ارتباط بود، صحابه را که دعوت میکرد اینطور رفت آمد در کار روانش میکرد که برو تو اینال دیگرها را دعوت کن، باز ازی پرسان میکرد، دائم در ارتباط بود. همیشه با رسول الله صلی الله علیه و مثلا هفته 3 بار 4 بار 5 بار میدیدن و از همین کارهای خودن که چی کار کردن گزارش میدادن. باز پیامبر هم برشان میگفت صبر کنین، حالا ایتو ملازمت کردن. ملازمت یعنی با رسول الله بودن، عین کار پیامبر انجام داد. و بعد از این باز چی شد؟ الله توفیق داد، حکومت ایجاد شد. اینجاست که حکومت باز قتال فی سبیل الله، حکومت تطبیق میکنه، قتال هم تطبیق و هم حفظ است. حکومت حفظ میکنه. پس پیامبر حکومت هم تشکیل داد و قتال هم کرد. 10 سال دیگه کلش در قتال بود، جهاد بود. پس کل اینال اسلام چی را میگه؟ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مومنین داخل شون در اسلام با همه بخشش. یکم تو را ببینی میگم نماز تا بخوان آخرت تجور کن، ما را چی بدیگش؟ نه خو ایمانه، این چه قسم ایمانه؟ نماز تا بخوان خمار نزن، چرخ نزن، غیبت نکو، خلاص. میخوای چی شدی تو؟ خو تنها نماز خودت هم نجات دادن نمیتون. و بعض دیگر را ببینی که میگه تبلیغ بکو با مردم بگو، دلش دیگه ما مسئولیت خود از گردن خود نه خلاص کردیم. و ما علینا الا البلاغ، با بالای ما نیست مگر رساندن، ما فقط میرسانیم. یکی چی میشه آینده چی گپ است متوجه ما باشیم، ایوریج ما فقط میرسانیم. میگه ما رو چی بدیگه؟ مولوی صاحب اکثرش کارش همیست و ما علینا الا البلاغ. و کل اسلام هم تبلیغ کرده خود نمیتونه، در این وقت کل اسلام تبلیغ کنی نه آسان خونه، و هم بسار نیرو میخواه و هم بسار ایمان قوی میخواه. کلش یه چیزی رو تبلیغ میکنه، مثلا زنا نکنین، تلویزیون نبینین، در معصا نرین، زنایتان نمانین، بیجابی نکنین، این خلاص شد، مگردن خدا خلاص، حرام نخور، رشوت نخور، او رشوت خور، او بیدین، گفت خلاص شد دیگه، مگردنم خلاص شد. یه قدر خواهر که میتانه بگو، از او زیاد بگو مرد هستی. فسادها و کفر رد کو، کفر صریح که دی میبینی به چشم او را هم نمید. برینا او قیاب خودم مسکو هم که مرکز روس است، هر کس میگه زنا نکوی نکو با داخل بگو و ما علینا الا البلاغ، با بالای ما خلاص شد وظیفه ما. خب همون تبلیغ کاش که صحیح بکنه، او را هم نمید. و دعوت که تربیه کنه ای خوب بسیار کم است. کاش که میکنه مولوی صاحب دعوت کنه، یعنی تربیه کنن صحیح قرآن حدیث درس بده با مردم و در ارتباط باشه. همین تربیه کنه، از اونا خودش یه چیز جور میشه دیگه. بسیار کارام نکن که او را نمیکنن. و این که قتال بکنن او خوب باز بخی عملا تطبیق کنن، این خوب بسیار کم هست. که اینال اسلام کلش همیست که ما کلش باید انجام بدیم و مرحله به مرحله باید پیش بریم، عقب نشینی نکنیم. اینی را میگه ادخلوا فی السلم کافه. و این مسئولیت کل ما و شماست. خب این مسئولیت تنها مولوی صاحبا نیست، حالا هر کس که اسلام یاد گرفت باید تمام قدر وظیفه خود انجام بده. و این حدیث صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید بلغوا عنی ولو آیت، یک آیت هم که یاد گرفتین برسانید و با مردم در ارتباط باشید. پس کسایی که مصرف میکنن مالای خودانو فی سبیل الله به خاطر حاکمیت دین الله که قتال است و دعوت است، مراکز دعوت احیا میکنند. این میال یکم دفعه کسی مرکز جور میکنه ولی مشکلات مالی نمیتونه پیش برده، هم باید احیا باشه، مشکلات مالی پیدا میشه. نه که مثل حبت، خب مثال از این مثل چی است؟ الله میفرماید مثال دانه است انبتت 7 سنابل که میرویاند 7 غنچه را. اینجا سوال پیدا میشه کسی که مال خود مصرف میکنه مثل دانه است، یعنی انسان به دانه تشبیه داده. انسان خب تشبیه به دانه یک دانه که انسان از قوتش از رزقش است او گندم است. انسان خب به گندم یا به جو جواری تشبیه نمیشه. اینجاست که مفسرین عبارات میگه محذوف است. مثل صدقات، مثل صدقات و انفاق کسایی که مصرف میکنن مال خدانه به خاطر حاکمیت دین الله، مثال یک دانه است. اما صدقیش مثل یک دانه است، نه خودش. یک عبارت یعنی یک لفظ محذوف است در جانب اول،
یا ای که در جانب دوم در که مثلا با در اینجا اگه عبارت محذوف باشه ای تو میشه که مثل الذین ينفقون، کسایی که مال خدا را مصرف میکنن در راه الله، که مثل بازر حبت، بازر یعنی مثل بذر کننده و کشت کننده یک دانه است. این کسی که مال خدا مصرف میکنه مثل او انسان است که یک دانه را کشت میکنه در زمین. حبه چی را میگه؟ اونمو دانه ای را گفته میشه که دو قوت و رزق، او چیز گندم، جو، جواری، دهی قوت و رزق. دیگه برنج، لوبیا، نخود، دال باب، اینمی نسک و دال و غیره، این چیزایی هست که دو رزق. مثل اینم یک دانه است. انبتت 7 سنابل، این انبتت صفت حبتنه. ای تو حبه و دانه ای که انبتت رویانیده باشد، بلند کرده باشه، زرغون کرده باشه. 7 سنابل، 7 سنبل را، 7 غنچه را. فی کل سنبلت، که در هر غنچش 100 حبه، 100 دانه دانه باشد. خب 7 سنابل، این 7 در قرآن آمدگی 7 سنابل و 7 بقرات و مقسم 7 سماوات. 7 این دلالت به کثرت میکنه، هدفش می عدد معین نیست. مثل که 70 الله در قرآن آمدگی است، ان تستغفر لهم اولا ولو تستغفر لهم 70 مرة، اگر تو مغفرت بخوای 70 بار. این دلالت به کثرت میکنه. وحیان در تفسیر میگه که 7 و 70 و اینا دلالت به نهایت عدد زیاد میکنه، یعنی مشخص، اما 7 دانه هدفش نمیباشه. 7 غنچه رویانیده، یک دانه ای که میرویاند، نسبت امباد به سوی حبه مجازی است. 7 سنابل، 7 غنچه را. خب یک تنه داره، مثلا یک دانه را در یک زمینی در اینجا ایست که یک زمین اول آماده کردی، خب من زمینی که برای کشت جور میشه، با یک دانه را الله برات داده موره میپردی، یک دانه چی میکند؟ کلان میشه. این کلان که شد 7 غنچه یعنی خوشه ها در بغلش 7 دانه میبره، ایسو در یک دانه یک غنچه ایسو. این 7 دانه باید در هر شاخچه یا غنچه ازی که در بغلش 100 دانه می باشه. و این مفسرین میگه که زیاد در جواری همی دیده میشه که از یک غنچه جواری اون که حسابش کنین 100 تا حتی اگام در فصل زیاد. و در بعضی جایا زمینایی که بسیار خوب حاصل خیز باشه در او هم ایتا گندم هم میتون میشه که در یک غنچه 100 دانه باشه. و یکم نباتات دیگر هم گفتن یک دانای دیگه هم هست که در یک غنچه 100 دانه می باشه. 7 سنابل که 7 غنچه داره، فی کل سنبلت، در هر غنچه 100 حبه، 100 دانه باشه. خب 7 غنچه 100 دانه، 7 ضرب 100 700 میشه، یعنی 1 روپه در راه الله ما 700 افغانی ما 100 به 700 ضربش ده، باز 700 که والله یضاعف لمن یشاء، الله دو چند میسازد برای کسی که بخواد، چند باز یمی 700 که ضرب 2 بکنیمش، نه 700 ضرب 700 کنیم یک بار، یک ضرب دیمش او با چقدر میشه؟ این با 49,000 میشه و باز او با 4,90,000 میشه و یک چند دیگه که ضرب دی به میلیون ها میرسه. والله یضاعف، زیرا الله دو چند میسازد برای کسی که بخواد. و در این باره یک حدیث در بخاری کتاب توحید امام بخاری روایت کرد، حدیث صحیح که رسول الله میفرماد کسی که یک خرما را در راه الله مصرف میکنه نمیشه، الله این را به اندازه کو جور میکنه، یعنی همین تو زیاد کده میره یک دانه. یا در حدیث دیگه میاد که اتقوا النار ولو بشق تمره، از آتش جهنم خود دور کنین اگر که با یک شق نصف خرما در راه الله باشه. ولی کاش که شروطش موجود شوم 1 روپه به خاطر الله بدی، یا 100 روپه یا 1000. اوه این چقدر زیاد میشه. والله واسع علیم، الله فراخ از فضلش، یعنی ثواب زیاد، واسع از فضلش، رحمتش، ثوابش بسیار وسیع است، بسیار فراخ. علیم است به نیاتتان که به چه خاطر مصرف میکنید. پس تفصیل مثال ما شما فهمیدیم. کسی 1 دانه را میپرته، اینا رو سعی کنین، 1 دانه را که انداخت 1 غنچه برآمد چند شد؟ 700 شد. باز همی 700 دانه را در زمین پرتو، باز از هر دانش 700 برای چقدر؟ 4,90,000 میشه. باز 4,90,000 که پرتی به میلیون ها گندم و به میلیون ها جواری میشه.
یا برنج میشه. باز او را که پرتی میلیون ها را اوهو سعی چقدر زیاد میشه از یک دانه. و فایده و منفعتش میرسه که حیوانات هم استفاده میکنه و پرنده هم استفاده میکنه، انسان ها. علامه قرطبی میگه که بهترین کاروبار زراعت است که در این حیوان هر چیز استفاده میکنند به شرطی که مانع نماز و جهاد نشه. این دو عمل بسیار در اسلام مهمه، نماز جهاد، یعنی کل احکام اسلام شامل. نماز پایین وقت، جهاد، قتال فی سبیل الله، مانع از این نشه بهترین عمل است. اگر نه صرف زراعت که مانع دو چیز شد خلاص شد. ولی بسیار زارعین ما دهقانا را میبینیم که نه نماز میخوانه، جهاد خود نیست. نماز که نماز است نمیخوانه، که میره پیشین میره و 11 بجه میاد تا این شام جماعت نیست دیگه نیست، کارا را کلش ترک کرده. حتی در منطقه ما در اطراف ملای شام همیطور است، همیشه نماز دیگرش در شام. آفتاب کسایی میکنیم نماز دیگر نمیخوانی، چی میگه؟ آفتاب خوانه بلنده، نه باش غروب کنه، نمتشا غروب کنه. میگه نزدیک به غروب شب باید ملا صاحب میرسه، اما بیلکش سر شانش هست، باید یک آزان میتن. من چون وضویش هم صحیح است نیستم استاد میشه نماز میتن میشه این نمیتون. در این وقت کشت و زراعت ملا دیگه در نماز نیست، در ظهر خیلی پیدایش نمیکن. گم هستم خاطر چی دیگه. وقتی که جهاد و قتال مانی نشه، دعوت تربیه را خوب عمل اینا رو سعی کنین. تطبیقی مثال چی؟ خود تفصیل مثال تطبیق چیست که الله بر ما شما میگه کسایی که پول کم داره یا زیاد، میگه شما پولتان مصرف کنین به خاطر از اینکه یک مجاهد تربیه کنین، دعوت کنین یک کسی را که مجاهد شه. وقتی که یک مجاهد تربیه کردی، این یک دانه را تو جور که یک دانه شد. این بسیار یک دانه بسیار مهمه. این دانه چی میکند؟ 7 دانه دیگر را دعوت میکند. 7 دانه. خب بازی 7 تا چی میکند؟ هر کدامیش 100 نفر دیگر را یا 7 نفر دیگر را دعوت کند. 7 نفر. بازو 7 دیگر را و 7 دیگر را و 7 دیگر را. یعنی می تو به هزاران مجاهدین جور میشه، به هزاران دعوتگر مجاهدین جور میشه. اینجاست که باز انسان در این دنیای تو یعنی یک اساس گذاری میکنه که باز چقدر مجاهدین دیگره تا قیامت کی چقدر تربیه میشه، کل ثوابش به کی میرسه؟ به این نفری که یک دانه را پایه گذاری کرد، یک دانه را. اونموز که الله رسول الله صلی میفرماید حدیث ای من سن سنتا حسنتا فلو اجرها و اجر من عمل بها. کسی که طریقه شایسته مطابق اسلام اساس گذاری میکند از برای ثوابش و اجر من عمل بها، ثواب کسایی که عمل میکنند. خب چقدر مردم که در راه عمل ثواب از اون بیمیاد و ثواب از اونها چیزی کم نمیشه الی یوم القیامه، تا روز قیامت. چقدر یک عمل خیره. کل ما و شما باید شما اینا اینجا میینه، اینمی یک راه دعوت بسیار خوب است که اینجا چیز را یاد میده. دیگه دعوت کن، حتما کوشش کنین که 7 نفره و او را خوب سرشکار کو دیگه کسا. این تو چوب نباشین، رفیقایتون، دوستایتون، دکاندار است، هر کی هست خوب سرشکار کو. اما شما دعوت صحیح هم نمیکنیم. 2 دفعه گفتیم میگم گپ نگرفت گمش که اصلاح نمیشه. هیچ قسم دعوت بار نوح علیه السلام نمیگه که انی دعوت قومی لیلا و نهارا، ما دعوت کردم قوم کل قومه لیلا شب و نهارا، روز شب و روز. انی علمت لهم و اسررت لهم اسرار، علنی پنهانی. در گوشش بگو بیشی بفهمانش، نمیتو دوامدار ایلاش نتی دوامدار بگو یادمی اسلام میشه. یکم تو میگه یک دفعه که گفتم بلا دا پسش دیگه ما خو و ما علینا الا البلاغ، ای تو نکنی خو الا البلاغ نکنی. یک دفعه میگه حق رساندم، دلش دیگه اینال ده کفر برابرش کردیم، بعد از تکفیرش میکنم خلاص. تکفیر نکسی را فقط سرشکار کو، دایم سرشکار کده. برو شب و روز علنی وی دلایل برش بگو اسلام میشه. حال مثلا اونا کاکای میایه باید بچه خدا بگو یک بچه دیگه بچه او بچه شد منطقه را اینمی تو سرشکار کو، کار کو دوامدار. این خود زحمت میخواه دیگه. و ایجا که آمده رفت بالاخره بسیار به درجات میرسه که او یک نفر تربیه کنی. اما حدیث صحیح دیگه است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماد لی ان یهدی الله بک رجلا خیر لک من حمر النعم. حدیث امام مسلم صحیح مسلم روایت.
یک نفر الله به دست تو هدایت کند بهتر است از شتران سرخ کرده. چندین شتره که تو در راه الله صدقه کنی ولی یک نفر هدایت بسازی. خوب در این ثواب فکر کنین. ما و شما خو ایمان داریم. یک نفر که الله توسط تو هدایت کند از چندین شتر، از 10 شتر که در راه الله صدقه کنی ثوابش بالا. یک شتر میال 1.5 لک قیمتش است یا $2. ما و شما کی را میتونیم؟ خب بگی این نفر خود دعوت بکو، تربیه بکو، سرش کار کنین. شما اینجا باید اینمی جمع زیاد کرده برین. ما و شما راستی از را تنبلی میکنیم، از این ثوابا خبر نیست. این اجر و ثواب یک نفر هدایت کنیم و در راه الله پول مصرف کنیم. اولین مصرف راه قتال بود. الله به ما شما توفیق بده. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين کسایی ينفقون که مصرف میکنن اموالهم مالای خودان را فی سبیل الله به خاطر حاکمیت دین الله ثم لا یتبعون باز تابع نمیکنن ما دو مال انفقو که مصرف کردن. چی را تابع نمیکنن؟ منن احسان را، منت گذاری احسان گذاری نمیکنن، ولا اذن و نه ضرر میرسانن به مردم. لهم اجرهم خاص از برای اینا ثوابشان است عند ربهم به نزد پروردگارشان معبودشان. ولا خوف علیهم نمی باشه ترس به بالای از اینها، ولا هم یحزنون و نه غمگین میشوند. در این آیت الله شرط انفاق فی سبیل الله را بیان میکند که یک شرطش است که منت گذاری و ضرر نباشه. اگه بود هیچ میشه. بسیار افغانستان این مرض داره. یک غوری نان یا یک بوجیارد به کسی داد یا 1000 روپیه 2000 یا 3000 کمک کرد تا کیره یاد نکنه چاریش نمیشه. ما فلانی سر ما میچله، فلانی حال آمده گپ میزنه، فلانی کل زندگی سر ما میچله. 1 سال برادر خدا نان دادم، چه قینا سپاس بوده. اینی گپاره که نگویا و یا ضرر رساندن یک چیزی که برش داد تا که 2 چند ازور نکشه چارش نمیشه. این میره پدرای ما خراب بوده از اول، ما را می تو تربیه کرد. حتی در فامیل ما هم می تو گپا هست. بعض اعضای فامیل اون روز ما رفتم به کسی یک چیزی همکاری کردم، گفت به این تو آدم ها نکو نمیفهمه. گفتم نه عقیدت خراب است. نمیفهمه چی معنا؟ گفت کاش که به کسی بده که بفهمه چی معنا، یعنی تشکری کنه و صفت کنه و این که پاره کنه. کسی که نمیفهمه با او چرا میتی؟ یعنی اون نه صفت میکنه نه تشکری میکنه نه پیش مردم میگه یا آدم خوب هستی، بسیار آدم ای است، آدم او است، آدم ایه. این گپا نمیگه. به کسی بگو که بفهمه. بسیار برازی کردیم هیچ، فقط بگوی که قرض دارش باشی، نه صفت نه دیگه. نه در حالی که الله در چندین آیت ها میفرمه، یک آیت نه، آیت قرآن که بود داجت حدیث نیست، صریح نص وحی قطعی. و یطعمون الطعام علی حبه، غذا میدهن محبوب ترین غذای خدا نه، مسکینن به مسکین و یتیم و اسیرا. باز چی میگوین؟ انما نطعمکم لوجه الله، جز این نیست فقط ما شما را غذا دادیم لوجه الله، به خاطر روی الله. لا نريد منکم جزاء، اراده نداریم از شما بدله را. مثلا 100 روپیه دادم 100 روپیه بده یا 50 روپیه بده، این را نداریم. ولا شکورا و نه تشکری و نه سپاسگزاری را. وقتی که مالت میتی حتی تقاضای سپاسگزاری را نکن. مردم ما شما میال مال خدا که به خیرات خور بده او را میگه دعا کو، که دعا نکن میگه دعا کو، میگویمت او که نکنه هیچ بلاسی، یک دعا نمیکنه، برو 1 روپیه میچ وی تو میکنم نمیال دعا کو، بازو بیچاره خوب دعا کرد این حال سیش برو دیگه. اگر دعا نکنه میگه نه به اینت یک دعا هم نکرد، نه دعا بخواه از او، نه اجر بخواه، نه پاداش، نه تشکری. تو فقط کسی که مصرف میکند اینمی مسئولیت داره و اینمی قسم باید برخورد بکنه. اگر که یک حدیث دیگه صحیح است در امام ترمذی روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید یک کسی که با امرای شما احسان کرد، پول خدا داد یا غیره، شما میگه خوبی از او را یاد کنید. در قرآن هم الله میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جزای احسان نیکی نیست مگر نیکی کردن. شما بگوین که الله شما را اجر بده، یا الله شما را
ثوابهای خدا بتا برش دعا کنین که در عمرتان در مالتان برکت برتا. این گپا شما برش بگوین. میگه من لم یشکر الناس لم یشکر الله. نه کسی که انسان ها رو سپاسگزاری نکرد الله رو نمیکنه. ما بکنیم، یعنی اون باز مسئولیت از اوست که میکنه نمی، ولی ما هدف ما مال خدا میتیم. ما مسلمان نباید این هدف داشته باشیم که او تشکری کنه، ولی اون مسئولیت خدا داره که این کارا بکنه. ما عقیده مقابل جان مقابل یا ماست. بعضی هم میگن که جان مقابل هم دیده شد، ولی اگر نشوم حدیث دیگه است که یک کسی صدقه داره، یک رو در دست دزد افتاد، یک رو در دست زناکار، و صدقهش قبوله، ولی تحقیق بکنه که این جای خوب باشه. اما حدیث صحیح است که باز رسول الله میفرمه لا یاکل طعامک الا الابرار. غذای تو را نخوره مگر کسایی که نیک باشه. این مستحب است، این کار خوبه، یعنی واجب نیست که ما تحقیق کنیم. اگر که خوب است که مال ما در راه درست مصرف شود. مثلا یکم تو را ببینین مال در یک جای دیگه میروه، حالا خوب نیست واره رد بکنیم، میواله ما را رد کرد چطور این می سر میاشت اینا. نه این صدقات مردم هم میگیره یک قسم گرودی کده و چیز بتینو، نه پیوند قطره های باران و تولد دریای پرسخاوت. این تو یک اعلان میکنه که بیا 50 روپیه تبته به حساب لاتری، اگر آمد خو جایزه، اگر نامد اون در صدقه میشه. می توی ضرر نمیکنی. یا این 50 روپیه میره در جیب یک مسکین، و یا ای که جایزه میگیری در بدل 50 روپیه 1 میلیون میگیری، در حالی که هیچ کدامش نمیشه. او که اگر بیا ای خو یک قمار وارد شد، این قمار میزنه. این که میپرته هدفش میلیون میباشه. هدفت که میلیون نبود، انما الاعمال بالنیات است. هدفت که رضایت الله نباشه و به مسکین صدقه نباشه، این ثواب نمیگیری. این چیزایی میکنن، این قسم پیسه را در تو جا دادن بی جای میشه. باز هم صحیح مصرف نمیکنه. او پیسه دور میخوره میره به ضد مسلمانان مصرف میشه. بسیار جای یکم دفعه صدقه تمیتی علیه مسلمان مصرف میشه. او را باید بسیار توجه کنی که به ضد اسلام مصرف نشه. در اینجا الله شرط صدقات قبولیتش بیان میکنند. اولی است که الذين کسایی ينفقون اموالهم که مصرف میکنند مالای خدا فی سبیل الله، به خاطر در راه الله که جهاد است دعوت است، ولی ثم لا یتبعون، باز تابع نمیسازه منت گذاری و ضرر رساندن. ثم برای چی است؟ این برای تراخی زمانی نیست. جارالله زمخشری میگه بر استبعاد عقلی است، یعنی عقل انسانی را قبول نداره که صدقه بکنند باز احسان و ضرر برسانه. این را عقل سلیم قبول نمیکنه، این کار نکنید. بعضی میگه ثم برای همیشگی است. قاسمی میگه که ثم یعنی همیشه کارش است که نه منت گذاری میکنه و نه ضرر میرسانه. ثم لا یتبعون، و باز تابع نمیسازد ما انفقوا، آن مالی را که مصرف کردن منن به احسان کردن. احسان کردن نیست که بعضیا با بالای خودش میگه که ما به توی میکردم. مثلا یک کسی مدرسه داره، می مدرسه تا خو ما چلاندیم، یه قدر کمکا کردم من، حال توی چه میگه پارا نفهمیدی؟ خب یا میگه زندگی تا ما چلاندم، فامیل تا ما چلاندیم، ما پیسه ما خود تو چلیدی، آخر سر ما بلا گشتی، حالا گپای ما را قبول نداری. مثل که اگه مولای صاحبا را مردم میتنه پیسه برش جمع میکنه، با 3 روز که حاجی را رد کرد، حاجی میگه سایکو دیدی این مولوی را ما چقدر کمک کردم، مردم برش پیسه جمع کو زندگی و یاش کلش از طرف ما بود، آخر خیست علی ما گپ میزنه سایکو. و علی از او چی گپ زده؟ خو یک عمل فساد شرط کرده. بسیاری حال منتگزار حاجی صاحب یا یک قماندان صاحب کی بود هیچ حق گفتن نمیتونه. اینمی احتیاجیت اینمی قسمه. ایسر مولای ما محتاج است با مردم، بنان حق گفتن نمیتونه. و دوم من احسان گذاری است که به دیگه کس میگم، مثلا یک کس دیگر میگم ما به این تو کارا کردیم، بازو گپ به او میرسد. و در این باره حدیث آمد لا يدخل جنت منان کس منت گذار در جنت نمیره. ولا اذن و نه ضرر رساندن، در عقب ضرر نمیرسانه. ضرر و تکلیف چی را میگه؟ یا به قول زبانه، مثلا به امرش نیکی میکنه، باز از یاییست که از او خدمت میگیره، مثلا یک از برش کمک میکنه، میره بگی او میگه بیکار است یا من میره مصرف کنه، نه خب این که مصرف کرد با دیگر روز که زمین خدا کش میکنه، بازو رو میگه همون فلانی رو صدا کنه، بازو که آمد میگه میجا یک ذره درا و میکاره، او بیچاره خاله حیران ماده که 1000 روپیه برش کمک کردم مجبور از بره،
والا میگه 1000 با ما داده بود نرم چی کنیم، سگ والا سر ما کار میگیره، میره سرش کاروبار خدا انجام داده میره. گاهی میگه ایجا بیا، گاهی میگه اوجا بیا، گاهی میگه اوجا بیا. نه این کارا را میکنه. یک چیزی را بسیار کسا می کارا میکنه. یک چند وقت مثلا برات نان داد، یک وقت، دو وقت، سه وقت، با سر تو بسیار کارهای خدا میخواه انجام بده. یک نوع ضرر رساندن. یا ای که به زبان میگه که ما بگی دیگه دست شما در بدر هستیم، حالا چقدر سوال میکنی ای تو شو و تو شو، زورت که نمیرسه نکن میکاره. مثلا نگام تو میگه مدرسه جور کردیم میکنیم، حالا پول پیسه نیست، میره اجاره کمک کنیم. یه وقتی که بگم میکنم میشه اینی 100 روپیه بگی داینده میکنم، ما 50 روپیه بگی فعلا میره دارم ان شاء الله میکنم، الله بر تا اجر بده. هیچ میگه زورش که نداشتی چرا مدرسه جور کردی؟ ها اول امور توجه میکردی، حالا سعی تو از ما پیسه میخوای. ای تو گپاره میزن ضرر رساندن. یا کسی یک فرد ضرر میرسانه او میگه به ما بده، هیچی میگه دش جور تیار هستی کار کردن نمیتونی برو کار بارتا بکن. اگه این گپاره میگه او را اصل وظیفه حکومت است که کار کنه. باز اگه میگه بسیار با لفظ نرم ملایم یک حدیث برش بخوان که رسول الله میگه توانایی کار داری کار انجام بده. این تو سرش غالمغال پتک نکن. اینال احسان گذاری و عزیه نمیرساند لهم اجرهم، از برای اینمیا لام اختصاصی است، خاص برای اینا اجر و ثوابشان است عند ربهم، به نزد پروردگار، به نزد معبودشان، به شرطی که احسان مندی و ضرر نباشد. ولا خوف علیهم، نمی باشد ترس به بالا از اینا در روز قیامت. در روز قیامت الله اینا نمی ترسند که در عذاب قبر چطور، در حشر و در جهنم، از این چیزا و سختی حساب، از این خوف خلاص. چقدر نعمت کلان است. اگر این بسیار راه ها پیش روی ما و شما مانده، قبر است و بعد از زنده شدن است، حساب است، جهنم نجات یافتن است، از پل صراط تیر شدن است، بسیار راه ها مانده. ولا هم یحزنون، و نه غمگین میشن، یعنی از آنچه که در دنیا مان بعد از خود هیچ غم دنیا را ندارن. اولاد مان، زن مان، مال مان، در قصه از این نیستن. الله هر چیز برش مهیا میسازه. یعنی دخول اولی جنت، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خلاصش چیست؟ اولا جنت میره، هیچ جهنم نمیره. ولی شرط اینجا ایمان آمست. اگر که الله اتهام گفت الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، از ایمان گپ نزده. نه اگر یک آیت بگیریم خب بازی دیگه قسم میشه. کسی که مال خود در راه الله مصرف کرد، باز منت گذاری و از نرسان، لهم اجر من ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا کسی بگه خیگام امریکایی هم می پول خود مصرف میکنه، یک مسجد جور میکنه و یا دارالایتام جور میکنه، نه ضرر میرسه نه دیگه هنوز خوشم میشه که بیاین دمی دارالایتام ما زندگی کنین، نه من میکنه نه ازیا میکنه، آیا این جنت میره؟ سوال جوابش است که نه. ایمان عقیده این خود شرط است دیگه. نصوص آیاتای صریح دیگه است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا. اگه سعی کنین یکم دفعه یک آیت بگیری خراب میشی. بعضی جاهلا که یک آیت گرفته یا یک حدیث اون به مو اساس فتوا میده، برو این مسلمان این کافر، این خوب این بد. یک آیت ده، یک آیت نمی، کل اسلام آیت، کل نصوص جمع شد. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها هذا والله غنی حلیم. قول معروف سخن نیک شایسته و مغفرت بخشش خیر بهتر است من صدقه نزو صدقه یتبعها هذا که تابع شود ضرر رساندن. والله غنی حلیم، الله غنی و بے پرواز از مخلوقات خود، بے حاجت است، بے نیاز است. حلیم بردبار است، صبرناک است، زود جزا نمیده. در این آیت الله تقبیح میکند کسایی را که در بعد از صدقات خود چی میکنن؟ از و ضرر میرسانن، به دیگه طریق تقبیحش میکنن و این بسیار مهمه. متاسفانه در افغانستان این کار وجود داره، هیچ کمی نگویه چارش نمیشه تا که احسان گذاری و ضرر نرسانه. قول سخن معروف نیک و شایسته و مغفرت پوشانیدن. مغفرت دو معنا داره، یکی مغفرت به معنای پوشانیدن عیب مسائل، یا کسی که سوال کرده یا محرومه، نگویی که محتاج بودی بود تو بود در خانهش چیزی، امیره بپوشانی. یا مغفرت به معنای دعای برکت کردن برش، دعای مغفرت کردن. خیر و نی بهتر است که می کار اگه بکنی من صدقت نه صدقه کرده. یتبعها هذا کتابه شو ضرر.
یا کسی از مثلا میگه با من بته ندارم سوال میکنه یا نکرده، تو برای سخن نیک بگو و همون چیز شایبش بپوشان، باید دعای برکت برش بکو. این بهتر است از این که صدقه را میتی و در عقبش ضرر میرسانی، ضرری که از پیشش کار میگیری یا منت گذاری میکنی. این از او کدر بهتر است. مثلا سمانی میگه یا کسی پیش تو میاد تو پیسه نداری، تو برش بگو که فعلا پیسه ندارم، الله بر تو بده، در آینده وعده بکو برش، یک وعده که چند روپا انشاءالله در آینده ببینم برات میتم، و نگو که ضرر نرسان که ای تو یا او تو چرا کار نمیکنی، چرا این نمیکنی، برو جای دیگه پیدا کن، ما به تکلیف هستیم از دست تو، از دست شما مردم به تکلیف شده. این گپا رو نگو. اینی گپا را اگر یک کسی 1 روپا میته یا 100 روپا یا 1000 باز ضرر میرسانه و منت گذاری میکنه، از این که بهتر است که کلمات خوبه بگوی، خلاص کلمات خوبه بگوی، دی خیره، دو هیچ خیر نه، دو ضرر است، گناه کبیره. و منو ازیره کل علما میگن گناه کبیره، بزرگترین گناه. سخن معروف شایسته که بر ازو بگویی که الله بر توی بته و بته، انشاءالله داینده برات میتون وعده میکنی. و مغفرت پوشانیدن امو حالت ازو یگام تا بیچاره از یگام تا سوال میکنه، تو را نگوی که آدم بیخی گپش خرابه چیز نداره. یا مغفرت دعای برکت و غیره کردن بهتر است من صدقت، از او صدقه و نفقه که تابع می شود او را ازیان ضرر رساندن. من چرا ذکر نکرد؟ زیرا من در ازیا داخله، منت گذاری خودش ضرر رساندن، الله اکتفا کرده، من ذکر نکرده، یعنی او هم در داخله، زیرا هدف از منت گذاری ضرر رساندن، اصل هدف. پس این از او که بهتر است. والله غنی، الله غنی است. اشاره به سوی عزیز که اگر یک کسی صدقه میکنه و ضرر میرسانه، دی بوی شرک میاد، منت گذاری میکنه. الله شرک بری است، بی حاجت است، نیاز به صدقات شما نداره که ضرر برسانید. حلیم بردبار است، یعنی زود جزا نمیده. اگر یک کسی میگه ما بسیاری کارا را کردیم چرا الله مرا جزا نداده، الله میگه من زود جزا نمیتم به این خاطر که توبه بکنید در آینده، ولی اگر توبه نکنید با جزا میتید. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. در این آیت الله باز تأکید دیگه میکند و کسایی که مال خدا نه مصرف میکنن، باز منت گذاری میکنن، ضرر میرسانن، یکی اعمال نیکش برباد شد، همین صدقش هیچ شد، در عین وقت گناه را مرتکب شده، گناه کبیره. سعی کوی چقدر ضرره، هم صدقیت هیچ شد و هم گناه کبیره را مرتکب شدی. دیگه این که مثال از این مثل کسی است که ریاکار است، و مثال از این مثل کسی است که ایمان به الله و روز قیامت نداره. مثال از این مثل کسی است که مال خود مصرف کرد، مثل یک سنگ لشم خاک میگیره و یک باران تیز میاد کلش میبره، هیچ میشه. والله هدایت نمیکنه قوم کافران. شدید وعید بیان کرده برای کسایی که اخلاص ندارن و به مردم در بعد از صدقات ضرر میرسانن. کاش که مسلمانایی که مال مصرف میکنن این گپا را بفهمن، بسیاریش گپا نمیفهمن. یا ایها الذین آمنوا، خبردار کسایی که ایمان آوردین. ایمان ای مؤمنین کامل، ایمان از شما چی را تقاضا میکنه؟ لا تبطلوا، باطل و بیفایده نسازین صدقاتکم، صدقاتتان را، انفاق مصرف کردن تان، بالمن به احسان کردن، و الاذی ضرر رساندن. ابطال چی را میگه؟ ابطال ای را میگه که یک رکن یک چیز از بین برود. مثلا در نماز یک رکنش اوست شود، نمازت باطل میشه، که سجده نکنه یا رکوع نکنه یا قیام قرائت ترک کنه یا سورت فاتحه را نخوانه، نماز باطل میشه. صحیح قول میست که سورت فاتحه خواندنش رکن نماز است، نمازش باطل میشه. اینمی قسم رکن صدقه است که من و احسان گذاری نباشه، اگه آمد صدقه برباد شد، هیچ. ابطال در صدقات هم است و ابطال در ارکان دیگه هم است. خب بالمن به احسان گذاری کردن پیشتر براتون بیان کردم چه قسم، والاذی ضرر رساندن، این کار نکنین شما. و در این باره بسیار مفسرین در این آیت بسیار بحث کردن که کسایی که مال خدا را توسط احسان و ضرر رساندن باطل میکنن و بی اثر میسازن. کالذی، مثال از یار الله بیان، مثل کی است؟ مثل آن شخصی ینفق ماله رئاء الناس،
که مال خود به خاطر ریا مصرف میکنه. ریا از رأی گرفته شده، رأی به خاطر نشان دادن مردم. یگام تو را ببینی مال مصرف میکنه که باش مردم مرا ببینه و مردم مرا تعریف کنه. هدفش مدح و صفت کردن مردم است که مردم میره تعریف کنه. و ریا در قرآن صفت منافق گفته شده. این المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس. منافق نماز نمیخونه که خان بسیار با سستی میخونه و ریا میکنه، نمایش خود نشان میده به مردم. و در سوره ماعون الله میفرماد فویل للمصلین، هلاکت باد از برای نمازگزار. کدام نمازگزار؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، کسی که نمازش بیخبره، با وقت نماز نمیخواند. الذين هم یراؤون، کسایی که ریا میکنن، نماز به خاطر که مردم ما را ببینه و مردم ما را صفت کنه. این عقیدهش خراب است. این ثواب خودم میخواهد مردم بگیره، به خاطر الله نمیخواهد که مال خودم مصرف کنه. و ریا در حدیث شرک اصغر گفته شده. این اخوف ما اخاف علی امتی، چیزی که من بسیار میترسم به امتم از شرک الاصغر. رسول الله هم گفت شرک اصغر. شرک اکبر اکثر اجتناب میکن. صحابه گفت قالوا یا رسول الله و ما هو، چی است شرک الاصغر؟ ما شرک الاصغر؟ قال گفت که الریا، ریا کردن، یعنی عملت انجام میتی به خاطر که مردم مرا صفت کنن. این بسیار خطرناک. ریا الناس به خاطر نمایش مردم. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان نمیارد به الله و روز قیامت. آیا این نفی ایمان حقیقی شد یا نه؟ بعضی مفسرین میگه دو تفسیر از ده. یکی که نفی ایمان حقیقی نیست، یعنی گویا مثال از یک مثل کسی است که ریا میکنه، مثل کسی است که ایمان نداره به الله و روز آخرت، یعنی مثل از او است، عینش نیست. یعنی اینجا الله مؤمنین ریاکار هدفش است. کسی که ریا میکنه گویا که هیچ ایمان به الله و روز قیامت نداره. اگر به خاطر الله ایمان داری چرا ریا میکنی؟ چرا به خاطر الله مصرف نمیکنی؟ اگر به قیامت ایمان داری چرا این کار نمیکنی؟ به خاطر الله مالت مصرف نمیکنی. یک. دوم، ایمان حقیقی نفی شده، یعنی مثل کسی است که هیچ ایمان نداره. او کیست؟ منافق است. منافق که از قلبش ایمان نداره ولی در ظاهر تظاهر به ایمان میکنه، بعضی اعمال خیر انجام میده. ما منافقه که ایمان نداره چطور میشناسیم؟ هر وقت که صدقه خودم به خاطر ریا کرد اینم میشناسیم. مثلا یگام تو رو بگوین که در این مسجد کمک بکار است، کمک کنین، هر کی میاره یک چیزی میپرته، یگام تو رو ببینی تو میکنه نه 500 روپیه از طرف ما و کلا انشاءالله. امیر ریا در جای است. مردم پاکستان با زیاد ریا میکنن. میکشتم یک تا ریسفید بود میفتم به خاطر الله بکن، نه سوای تا خلق چه خبر نشی، نه داخل بیاسی خلق وای چه در دغه نه دک امت اعلام میکرد از ما طرف نه 15 سال کل اگر بود من تاختم بود مردم میگفت الله در دیر خساره دی دیر نیک ساره دی. حالا اول صف زایت ور زرت زای ور تور کرد بازو میامد می اینم میگه پاره خوش داشت مردم مرا خوب بگه، مردم مرا بگه صف اول بتای این می سفید امام دیگه الله رحم کنه. فمثل سایکو مثالی کس میگه مثل ریاکار است، مثل منافق است. صفت منافق است که کار میکنه، کسی که منو ازیا میکنه. فمثل کمثل صفوان، حال مثال ریاکار و مثال منو ازی را بیان میکند که دیگه مثالش چیست؟ میگه مثال صفت ازی کمثل صفوان، مثال همی کسی که ينفق مال و ریا الناس، یا به خاطر منو ازم، مثل کسی است که مثال صفوان، مثل صدقه مثل یک صفوان، یک سنگ باریک لش یکم دفعه دمی روی هر جا می باشه علیه تراب که به او خاک بیاد، یک سنگ باریک لشم باشه شمال بیاد باد بیاره یه ذره خاک در روش میشینه. خب خاک کشیشت فاصابه وابل میرسد، این خاک شیشته در ظاهر فکر میکنی که اینجا خاکه، یک دفعه میرسد فاصابه میرسد امی سنگ لشمی که در او خاک شیشته وابلون باران شدید میگه. امی یکم دفعه طوفانک میشه باز یک باران، این مای بهار یک باران شدید میاد که شمال هم با امرای خود دار که وقت باران شدید آمد سنگ هم لشم باشه چی میکنه اینا؟ فترکهو صلا، ترکش میکند اینمی صفوان همی باران شدید، صلدن یعنی هموار خشک لشم، همی خاکش هم میبره باران بعد میاد که خاک بیخی پاک صفایش میکنه، هیچ چیز دو نمیمان. کسی که صدقه میکنه مال خدا به خاطر ریا منو ازیا، اینمی تو از گویا که یک سنگ خاک داشت پس آن باران آمد هیچ چیز نماندش. و تطبیق تفصیلی مثالی است که مثلا مفسرین میگه یک کسی هست بیعقل است، یک سنگ هموار است، فکر میکنه خاک میبینه فکر میکنه که اینمی خاکه،
میاره یه ذره دانه را میپرته، باز انتظار است یه ذره آبش هم میته درویش، یک دفعه یک باران تیز میاد کلش میبره دانه و یش او چی میکنه؟ زحمت و کارهایی که کردی دستای خودم میزنه افسوزی میکنه. آی وای هیچ شد، من چه خبر کی در زیر از سنگ لشم بده، من فکر کردم که این خاک کلانه. و این خو مثال از او شخص است که این قسم صدقات از یا برباد میشه و هیچ میشود. و تطبیق مثالش بازی است که یک کسی که مال خودم مصرف میکنه و هدفش رضایت الله نباشد، گویا که این تشبیه دادگیست به یک سنگ لشم. این یک سنگ جور کرد که مردم میبینه. فعلی تراب چیست؟ این مردم میره صفت میکنه این مثل خاک است. حتی در حدیث میاد رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که اذا رایتم المداحین، وقتی که مداحین میبینین که صفت میکنه پیشرود، فحصوا علیهم التراب، درویشان خاک پرتین. یعنی یک کسی که مال خود به این خاطر مصرف میکنه که مردم مرا تعریف کنه، وقتی که تعریف شد مثل همی خاک شد. وقتی که مرگش آمد یا الله خواست که صدقش برباد کند، گویا که یک شمال تیز آمد همی کل همی خاک از بین برد. یعنی مرگش که آمد کل همی صفتاش از بین میره. آدمی که مصرف کنه مال خود به خاطر که مردم مرا صفت بکنن، فکر میکنه که ما بسیار صدقات جمع کردیم، ولی پیش الله میره دستش خالی است، هیچ چیز نیست، بلکه گناه را به همراه خود برده. این چقدر خطرناکه. بسیاری نماز میخوانه و مال خودم مصرف میکنه، حتی جهاد میکنه به خاطر که مردم مرا مجاهد بگوه. یک وقت فکر میکنه که در روز قیامت در درجه بالاست، خبر نه که در جهنم میره، سیده به طرف جهنم. یا یک حاجی صاحب از حج میکنه که باز مردم مرا حاجی بگوه یا حاج بگوه، فکر میکنه که ما بسیار ثواباره. چند عمره کردی؟ میگم ما 70 عمره کردیم. ای تو عمره کردم، مقا طواف کردیم، مقا ای کردیم، با مردم صفت کردم میره. مردم چی میگه؟ اوه حاجی صاحب تو خو 70 بار حج کردی. هم دیگه دلتون هر چی که میشمارید، مرا حاجی دبل میگین، هر چی که میگین. باز این مردم صفت کردم میره که حاجی صاحب بسیار حج کرد، چند حج کرده، حالا حاجی صاحب بالا بشه، حالا حاجی این می صفتا شد، خلاص شد ثوابش. اونجا که میره فکر میکنه که من جنت میرم، خبر نه که میگه بیا بریم به طرف جهنم. در این باره حدیث صریح آمد. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، این کسا قادر نیستن به هیچ چیزی که آن اعمالی را کسب کردن، یعنی به حصول خیر و ثواب هیچ چیز حاصل نشد. والله لا یهدی القوم الکافرین، الله هدایت نمیکنه قوم کافر را، یعنی کسی که به خاطر ایمان مصرف نمیکنه. هدایت چی؟ به ثواب نمیرسانه به قوم کافر. و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثل صفات کسایی که مصرف میکنند مالای خدا نه ابتغاء مرضات الله، به خاطر طلب کردن رضای الله، و تثبیتا من انفسهم، به خاطر یقین و باور، من انفسهم که برای نفسایشان ثابت است، به خاطر طلب ثواب، که مثل جنت، مثل یک باغی است، بربوة که در یک جای بلندی است یا در یک زمین حاصل خیز است، اصابها وابل که میرسد به باغ وابل باران تیز، وقتی که باران میاد فآتت میآورد اکلا میوه خود را ضعفین، چند میوه بسیار زیاد میگیره. فإن لم يصبها وابل، اگر نرسه به این باران تیز، فطل، پس کفایت میکنه اون باران کم، شبنم که شب که نم میاد، امی کفایت میکنه که باغ سرسبز حاصل خیز باشه. والله بما تعملون بصیر، الله با اعمالی که انجام میتین بصیر، میبینه اعمالتان و از قلبتان هم خبر است که چرا و چه خاطر شما مالتان مصرف میکنید. سعی کنین در امی آیتای قبلی یگام تا میگه این کافرها برق به ما جور کرده، سرک جور کرده، موبایل جور کرده، نه موتر جور کرده، تیاره جور کرده، عمیق خدمات کرده، امیا جنت نمیرن. این تو یگام تا بیخی عقایدشان خرابه. ما میگیم نه، والله لا یهدی القوم الکافرین، الله کافره هیچ ثواب نمیده و نه هدایتش میکنه. چرا میگه این سرک برق جور کرده، خدمات به میلیون ها مسلمان زیر برق میشینی، آخری کافری که برق جور کرده اختراع که جهنم میره؟ ما میگیم بله، و اگر می عقیدت نباشه باز کافر هم میشی. در الله آیت صریح است که میفرماید برای کافر مشرک جایز نیست کدام عمل خیر بکنه، اگر کرد کل عملش برباد. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم، اعمال نیکش برباد است و فی النار هم خالدون، در آتش همیشه میمان. به این آیت باور داری یا نداری؟
با یگام تا میگه ای قی مولویات تون رو است، هیچ می کافر هیچ عمل خیرش در نظر نمیگیره. ما میگیم می کافرها در جهنم میره. می افغانستان سرکش جور کرده میره جهنم. حالا ایمان داره یعنی برق برای افغانستان جور کرد میره جهنم. اقتصاد افغانستان همی امریکا بالا برتا سیل جهنم میره. حالا جرمش چیست؟ جرمش کفر است، شرک است و دیگه چقدر گناهی کرد. همین کفرش کفایت اینمی کفایت میکنه بر رفتنش به جهنم. خب ما منتگزار از یا هستیم؟ نه این کافرها دشمنای ماست، الله یاره گم کنه. دمی سالکین بشینیم خوش هستیم، نه برق از این کافر هیچ خوش نداریم. چی شدیم ما اینی را ایمان میگه، ولی بیدینا چی میگه؟ اوه سیکو توی چی قاقب مانده شد. این میگه نه برق میخواه نه دیگه سرک جور نشه. نه کافر سرک مرا نباید جور کنه. این کافر بدبخت بیدین. و مثال الذین ينفقون اموالهم، در این آیت الله مثال کسایی را بیان میکنه که مال خود مصرف میکنه فی سبیل الله، نه در دیگر راه، در راه خیر صدق مسکین و اینا، ولی هدفش پاک می باشد، یا در راه الله، اینا باز اجر خدا ندارد. مثال کسایی ينفقون که مصرف میکنن مالای خدا را ابتغاء مرضات الله، به خاطر طلب کردن رضای الله. مال تکمیتی فقط به خاطر الله. یک غوری نان میگه روان کردم به همسایه، بس انتظاری را نکن که یک غوری پس برات بیا، الله بخواه صاحب و بدبخت. یک غوری نان میگه انتظار است که حال کی میاد، که دیگه فن آمد باز که میمان آمد برش بگو یک غوری دیگه روان کن. میگه به کی؟ به می 10 دفعه میمان در خانهش آمد نیم غوری هم روان نکرده. نیم غوری هم روان کرده، برو تو را چی؟ حال ثواب از الله میگیری یا نه؟ هدفش رضای الله است، نه صفت از اون، نه تشکری، هیچ چیز. ما از اون چیز نمیخوایم، فقط به خاطر الله بکن. و تثبیت من انفسهم، به خاطر تثبیت اینجا چند معنا، به معنای تصدیق، به معنای باور، به معنای طلب ثواب، به معنای اخلاص، یعنی کلی معنی ده اینجا. به خاطر حاصل کردن ثواب من انفسهم، به نفسای خود، به خاطر قوی شدن عقیده شان مال خود مصرف، به خاطر اخلاص به دست آوردن ثواب مال خود مصرف میکنه. من انفسهم لانفسهم. این مثال از این مثل چیز که مثل جنت، مثل یک باغ است. این در کجا؟ بربوتن. بعضی میگن باغ بلند است، باغای للمی. در کشورهای عربی این باغ بود، باران که میامد بسیار بارانی بود، همیشه سایه بارانی نه، یکم زمینا می باشه همیشه اوجا باران میشه. او بسیار حاصل خیز است از این باران، زمینای آبی کده، با خاطر که زمینای آبی آب زمین و قچی نداره، آب باران بسیار حاصل خیز می باشه. ما بعضی امام رازی میگن ربو هم زمین و حاصل خیز میگه، بالا باشه یا نباشه. اصابها وابلون، که میرسد به این وابلون باران تیز. خب یک جای زمین للمی است ولی همیشه او ساعه بارانی است، باران تیز میاد. وقتی که میاد فاتت اکلا ضعفین، میارود میوه های خود ضعفین چند. یعنی تو که به خاطر رضا الله پول تا مصرف میکنی، مثل که باغی است که در اونجا میباشه همیشه میوهش چند میاد. همین قسمی ثوابای تو اضافه شده، تو یک باغ جور کردی و این باغ همیشه میوه زیاد میشه، کم نمیشه. پس مال تا مصرف کو در راه الله. فإلا ضعفین میوه خود چند میاره. فإلا یصبها وابل، اگر باران تیز برش نرسد باز فطل، یعنی فیکفیه الطل، کفایت میکنه برای شبنم. شب که میشه من نم میای نمی به باغ به سرسبزیش کفایت میکنه شبنم ها. والله بما تعملون بصیر، الله با اعمالی که انجام میتین میبینه که هدفتون چیست، به خاطر چی مصرف میکنین. پس این شروط انفاق در نظر گرفتن و مال خود در راه قتال بسیار ثواب و دعوت و در دیگر راه. پس ما و شما بعد از این تعهد میکنیم که همیشه مال خود در راه الله دوامدار مصرف میکنیم و هدف ما، نیت ما خالص. بعد از اگر نکردیم شروع میکنیم. صحیح؟ و صلی الله علی نبی محمد و